دیگم بیارده خود بیبی. ها؟ دیگ بیارده. دیگ خیلی. بیبی تو بری یک دفعه. باید میاردیم دیگ خیلی دیگه. عباس اشتنی جنجر خیریته. سلام علیکم اشتنی خود. اشتنی جنجر تحویل نمیگیری با تحویل نمیگیری. چیکار کنه فقط تو اینا کی باشن گله؟ کی؟ اینا؟ اینا مدرمه. رات نه. بیبی. خوبی خاله جان. شکر بیبی. بخیر سلامتی. الحمدلله بیبی کلام. چی میگی؟ من برو ننه خود بیا. چرا؟ من خیرات عمومی. خیرات عمومی؟ آه. تو کجا هستی؟ او سرقله. با فرغون. به چی بریم؟ بالا خر بریم. بیبی با که پا درد میکنه. بیبی خود با فرغون با میبری به خیرات عمومی. عمومی غله سخته. اما زندگی میکردی که اون خیرات عمومی زنانه هست یا نیه؟ کی؟ اون خیرات عمومی. بیبیم زنیه. از حال گذشته تو گفت میزنی. بیبی شما اینجا بینم کجا میشینی؟ خواهمی نذاره بچه خوبه در سرو. همه مثل بچه ها منم خیره. شما یک لیمونو خوردن خونه داره به این خونه. نه بیبی میبرم به دست رو میشونم یا میبرم پیش آشپز. بیبی میگه آشپز خلیفه آشپز که یک وقتی بودم صنفی میبوده. دوری مکتب. گله افشا نکنم نه بعد افشا نکن. سوال از این جوار میخیزی کو به می غلط کنی همون غلط دیگه کنی من خبر دارم. شاید 5 6 غلط پایین تر. آدرس با تو بدم که بیای نری خورم بیای. بریم بیبی مثل تو ده تا خدا گوشته نموندم. بیبی مثل با چند تا به کیسه شمانه. ای بیبی یک وقتی تو بچه ها پیش نمی آمد درس میخوند از این خودتر طبق یاد میگیری تو فهمیدی سپاره میخون تخمار که چیش میچینی؟ چیش میچیندم و گیلک من از این تو میگم که تو 5 6 غلطه اینجا میری خوشحال میشی بزی با غلط درد دارم بریم گیلک گیلک بفهم خوب خیرات عمومی بعد رسکن نباشه خدا این فوقون خدا این بیبی میری بریم بعد رسکن باشه میری این رقم همه میتونم ایکنم همیت گوشته موندی تو اوش که کار میندازی بیخوره نه کوشش کنه که شو خورم بیاریم با خوابم میانم دیگه همه تا گرفتی به نانه به دست را بگو یک دیگه گیلک رو ترایی کنی میرم از غم تو بمورده به قله سخته میرم جمع بود سارم نانا سنگینی خود ببین نه زندگه سرم درد میکنه کو مادر من دو دست خور بگیره به سر من خیلی بسنالی بگی بیبی مادر خالی خوب کجا میری؟ تا زمین ها مردم ماله نه بیبی کجا اینو کاکا جیگر برو جیگر بیبی بخیر چی شده بیبی من بخیر سلام بیبی جان سلام بخیر بیبی سلام بیبی برو لالا برو بخیر بیبی جان بخیر بیبی کالا خیلی جوینی خدا میدی تو نبینی خیلی خوشی ده چلی بیری این را نکشتی برار جان بله ببخشید خلاص شدی یا بمونده خلاص شده یا بمونده چون که بیبی دیگه فقط میگی مار کنتور بموندی بابا با خاکی که پاتو دانشو بزن بپرسم برو چوب که بیبی یک دیگه برو خلاص شدی یا بمونده چی خلاص شدی یا بمونده خیرات کجا خیراته همین غله سخته نیه اینجا ولی سخته هست برو خب ما دمی قلیم خیرات عمومی کجا خیرات عمومی ما فامیلی خبری آها خیرات عمومی خب منم برو خودی خوب بردگه خب برو بیبی منه خب منم بابا چه کار میشه به جمع مادر به جمع بیبی ولی خب کجاست کدی سرایه من چی خبر دارم خبر نداری ما برو خیرات عمومی نیه بشینیم ببین شفتانم ما دمی قلیم دای به این قله نیه بیزی قله نیه نه خیرات عمومی درک نداری نه اما تو برای خیرات عمومی ها برو ما خانوادگی میخوادت مونه برای مال مو بشینیم ببین خیلی باشه بیبی غم لنگ شما نیه هر مرغ ما مرد با لنگ میدم با شما بشینیم بیبی من بیام خودی شما بالا خزین بیبی
روش کنه که بازی نکنه که دست پا من نرم بکنی. باشه و نکنی سرگیو بله دستا فرمونه بگی این کجا تو ربطی نداره که نه و بستکر شما کشت کنه نگه بگی دستا فرمونه نوشته بیبی دل جمع باشین بابا تو لعنت به گرشه امراض خدا تو رو نهی گناه نمیکرد تو دست پا خراب شده بیبی به خیالم الله چوب کنه سن کنه کل بریم گرد تک من پیاده میرم ببینه که راستا کنم نگه بمون بخور بله بیبی میگم این قلعه نیه بریم از این قلعه با کجا بریم مختار با قبرستان شما میگین خیرات میمی کجایه میگیم بچم کجایی ما بلادم نگه حالا بریم ایستا بریم کدی تو بریم بگیم بله تو کاملا پیاده بریم که مجینگا پا شما واسه میگی جناب شو بیا بیه بیه خب کجا رفته باشی؟ آخه همون قرار فکر نمیکنه که من اول خدا همون دستگیری منه که مثلا من بتونم چهری پی خود کار کنم بگی برو گری من اشتباه برده من حالا به کجا بگردم برای گری خود چه کاره غلام خان چه کاره؟ خب شطور بدیدم خوب است آب میزنی؟ همی برار تو گیلک بگو یک ذره فهم و درک نداره هم رنگ تو نداره چی فرق میکنه؟ هم رنگ بله لالار دیدی کوکور دیدی ها دیگه او هم مثل تو یعنی میگی گوشیار بودیه حداقل هر چی نکنیم ممنون خود خود پیدا بکنم درسته درسته همون گری خود تو خبر داری که ما همون گری کار بکنیم سر نخوره درسته خب بیا بده گری برنشته کنیم و 5 دقیقه برو که چه زبا خو کجا بیارم برات گری برفته با چیکار کنم ها گری به برنشته برده برو غلام که به سلام خو اگه بیام دگمو ری میکنم که گری تو بیاره برو گری خود با ولی مثلا گری به برنشته برده درسته از صبح طالب بیکارو حداقل برفتم تا میدون بار برفتم امی کار نمیکنم یک سال کریم سال که خود کار بکنم غلام مثل که به پیشی بیشتی گاب زدی گفتی ساعت کریم ساعت کار میکنن گری تو برده سیوان تو امروز رفتم به میدون با 100% میتونه ما کو به سرا نرفتم کور ببینم حالا ما این برم به سرا برم اگه باشه که به سرا بود گری تو میگم که بیار پس دم سرا تام برو به سرا خوب یعنی به سرا نبود میگم ما به سرا نرفتم حال ما این برم به سرا خبر ندارم اگه به سرا بوده اگه ری میکنه که گری تو پس بیاره تام برو به سرا خوب برو یعنی باور کنیم بزنو بزری خیلی مشکله و ما گفته گری خوبه که من از سرا ازم بیارم اگه گری به ما ورنه برم ته ایرو رو سرگردون پلتو کنم میگم تا 100 نفر کوی منطقه دست 2000 یا فکر رو تام دست چه کار میکنی انا اصلا بردو بازار بیافه نه بیچ هم نیه فقط امیره گاهی وقت چهار بیتی بخورم مادر ربان بگم گوش کن صدا خب بالا نکن خب میگم ابو از دست ها عذابه باور بکن قصه به تو بگم خب دور زمان هم سایه به در شده در مسئله خب میگفتم این غلام دیوانه به کجایه گفتم چرا گفتم بیت اعصاب دیگه به سر مون نمونده من کوچه که به در نمیشه یقیقا میکشه که چی بگم ما که دست برا پا برا باشه دقیق بی موقع نمیکشم فقط گاهی وقت که هوای چهار بیتی به سر رو بزنه چهار بیتی بخور خالی گپ نیه همین که بیا بمی با حافظی تو مونده فقط مثل می لاسپیکرها که ثبت نمیکنم ازم راه میدم گری هم جلوتونه بارگری مردم خوبه مردم مریض داره حالا تو خیال میکنی به تا میدون واری برار خوب گرده میت نگو دیگه مردم بیا خرج بر بده آخه تو که من تا میدون وار میگم رو سال بینجر به کار میکنم خب کار میکنم بوجیگا میگم رو بعد روزا که تا میدون با کاروبار نمیشه میگم تا منطقه کسب اساس کشی میشه شما خود میره کمک میکنه او تا منطقه یعنی مردم بفهمن که تو بار کش میکنی آفر بگم اگه گیلا که دیدی با کنه بگم می باطل ابیت ایرو رو سرگردون برای نمیگیری خوب میکنه دل جان باش اگه بود اگه ری میکنم برو سلام خیر بده بلکه معمول به تارا ببینی برو بره تو دست خوب بودم گری خورده جنا نمیته برو به خیر خیریه که تو دل تو سر یای خدا بدون حال به کجا هست ایسا تو دیو سر بدم نه گل محبت ایسا تو دیو سر بدم نه گل محبت بادا تو دی روز روشن نمیبینیم. سلام علیکم لالا مدن کجا نباش بدی البته میدون بار نرفتی؟ کی؟ برفتی میدون بار؟ نه بابا امروز از صبح یک دوی کار نکنه با اکل لالا چرا؟ کو گری تو؟ گری بردی لک برده کی گیلک بوده؟ صبح بیا و دم سرا گفته که همون گری خوبه که خاطر بام برو به چند گیزو بیارم
آره گری بر گیلک ده دفعه 100 دفعه به تو بگفتم که سو وقت بخی برو به میدون بار برو که کاربار سو وقته تو به حرف نکردی تا به 10 بجه فصل میزنی هنه میتونه دکا گیلک میای گری تو رو میداره تو چرا با گری خود بلست تازه بدی خب لالا به پای خود شما بگه حتی خدا حق همسایه ابو خواهش کرد گفته که ابو گری خوبه باب گری با تو دوباره همسایه که گیلک با تو باشه از این بیترتر نمیشه حالا هم براری رو بدید و گفته که اگه میرم به سرا بوده اگر گری تو رایی بکن خب برای بدیده که چی فایده داره گری رازی میستینه که به مول نشکنه نرزونه پنچر نکنه تا ارائیو خب گری در کجا است کی بستر دولا که گری دست نبود خشیو مادر میستیندی با کسی که گری داده بدی میستیندی خب گری که گیلک به سرا خونه بود دیگه حالا من برو نب سرا اینا برو خبر غلکر میشنی برو اگر به نمکی نفرخته بود بگو تو برار منی تو مردم کوچه ای خب چه کار کنم لالا حالا بعضی بزرگ میبری در سرا اینا برو به سرا برو وقتی تا سرا سولارا روشن کنم گندما رو دی آشل سبستار ما دیرو دادن گندما رو دی برو ما گرین میرم در سرا اینا آخر بیر لالا برای من گری بستاره باش برو خیلی بیر ماما نوروز برای من گری برار ما غلام بیاره که کار غریبی برار ما بنداخته بچه شما برای گری رو بیاره بگو برار ما چه شما گری به دست بچه می دادین ها چرا گری به دست بچه شما دادین ولی من چی میگم که مادر میره به کجا برده باشه مادر شما گری به کجا برده باشه بچه ما گیله کر میگم ما میگه مادر به کجا ما مادر برام تا گری که دورد شما برده برار ما که خود شما میفهمید که خودمون گری به میدون بار کار میکنه سو وقت جلوی بگرفته بچه شما کم یک چنگ علف از سرا بیارم به خود همون گری خود به سادی دیونه ما هم که گری رو داده و دست بچه شما من چاش شده بیام میبینم که غلام چند کار کرده به میدون بار امرو نرفتم که گیلک جان گری مدستونده میفهمید رمضان اگه یک ترموی اثر مادم کم نشه این تو فکر تو باش که بس زندگی تو دربات میکنم چرا البته گیلک برار منه به نظر ما یک دیونه داریم غلام دیونه بس دیگه گیلک دیونه نماییم خود همه بچه شما خدا بهم خود شما رو بداری چرا گری خود میدادی کاکا چرا میدادی گری خود اینه پیار خود گردم شما به مودونی کلون بشدیم شما پیار بچه از یک دیگه سرقی تعلیم کاکا من مسک دیونی منت هم به سر ما مقدارین گری برار ما بستون 200 کار خوب مونده خامه والله خوب زد گری مر به نمکی فروخته بدو تا اون ازور کی میده اگه به نمکی فروخت تا اون میدم خب بچه اگه یک ترمو گفت اثر مادم کم نشه زندگی تو دربات میکن رمضان اختیار خود داری دیخی خورم مال بودم برار خورم مامان امروز بفهمیدی چرا میداد نگری خلالو دستم بچه میفهم که بچه تو ساده دیونیه بعد بیعقلیه برار می با هوشیاره که گری داده دستی برار می هوشیاره میبود گری کاربار خور به دست بچه ساده شما دیونه شما نمیداد من نمیفهم که به می خانواده شما کی هوشیاره که من خودی امو گپ زنم پیار بچه سرقیتر بچه پیار سرقیتر اگه شما سرقی نباشید گوش کن ما این در سرا خود کس دوغونه ببریم دوست بشیم اگه شما سرقی نباشیم سرقیتیونی که به من سرقی میگی ایوازه که شما بگیم بابا خیلی معذرت شما قطعا منت میخوریم به سرمه بساعت تو منت مقدار کن چرا گری خود دست برام میدانه با هم گری به خیلی خیلیت بیاره فقط این خلط بین همسایه داری ما و شما کشیده خلاص زودتر می گری ری کنه هر چی که بگی عدی میگی نه داره برو کوکو برات کار خلو یک ترمو اصلا مدام کم نشه با تو میفهمی میفهمم خوب دیو برو دیونی داری کسا که گری خود میده به دست بچه دیونه می